به نام خالق زیبایی ها که هرچه داریم از اوست. درود فراوان به شما دوستداران عزیز کانال نقاش خیال. این داستان قضاوت بهلول. هارون الرشید درخواست نمود کسی را برای قضاوت در بغداد انتخاب نمایند. اطرافیان او همه با هم گفتند عادلتر از بهلول سراغ نداریم، او را انتخاب نمایید. خلیفه دستور داد بهلول را نزد او بیاورند. بعد از دیدار با بهلول به او پیشنهاد قاضی شدن در بغداد را داد. بهلول گفت من شایسته این مقام نیستم و صلاحیت انجام چنین کاری را ندارم. هارون الرشید گفت تمام بزرگان بغداد تو را انتخاب کردند، چگونه است که تو قبول نمی کنی؟ بهلول جواب داد من از اوضاع و احوال خودم بیشتر اطلاع دارم و این سخن یا راست است یا دروغ. اگر راست است که من به دلیلی که گفتم شایسته این مقام نیستم و اگر هم دروغ باشد شخص دروغگو صلاحیت قضاوت کردن ندارد. هارون الرشید اصرار فراوان کرد و بهلول درخواست کرد یک روز به او مهلت دهند تا فکر کند. فردا صبح اول طلوع بهلول بر چوبی نشست و در خیابانها فریاد میزد اسبم رم کرده، بروید کنار تا زیر سمش گرفتار نشوید. مردم گفتند بهلول دیوانه شده است. خبر دیوانگی بهلول به خلیفه عثمانی رسید. هارون الرشید لبخند تلخی زد و گفت او دیوانه نشده است، او به خاطر حفظ دینش از دست ما فرار کرده تا در حقوق مردم دخالتی نداشته باشد. حتی زمانی که از غذای خلیفه برای او میآورند میگفت این غذا را به سگها بدهید بخورند، حتی اگر آنها هم بفهمند مال خلیفه است نخواهند خورد. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. با لایک و کامنت خود از ما حمایت کنید. تا حکایت و داستان دیگر بدرود.